90% آدم‌ها این گزینه رو تو گوشیشون روشن دارن و خبر ندارن باتری گوشیشون داره نابود میشه. سلام بچه، حالتون چطوره؟ تو این ترفند میخوام بهتون یه چیزایی رو یاد بدم که باتری گوشیتون دیرتر تموم شه و برنامه‌ای که ازشون استفاده نمی‌کنید به صورت پیش‌فرض توی پس زمینه از باتری گوشیتون استفاده نکنند. پس حتما تا آخر ویدیو همراه هم باشید. همیشه برید تو تنظیمات و بعد برید به بخش باتری. اونجا یکم صبر کنید تا مصرف برنامه‌ها لود شه و بعد یه برنامه انتخاب کنید. مثلا من ویدیو می رو انتخاب میکنم و بعد اینجا تو بخش بهینه‌ساز باتری بزنید روی بخش محدود کردن برنامه‌های پس زمینه. اینجوری وقتی از برنامه استفاده نمی کنید توی پس زمینه از باتری گوشیتون مصرف نمیشه به همین راحتی. خب بچه‌ها، ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. راستی تو کامنت ها اگه باتری گوشیتون ضعیفه بنویسید باتری که منم راهنماییتون کنم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.